بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرماید که النوم اخو الموت، خواب برادری مرگ است. خواب برادری مرگ است و اهل بهشت خواب نمی روند. برادران گرامی و خواهران بزرگوار، حیای مادر مؤمنان را ببینید که چه خیلی حیا داشت. در مسند از مادرمان عایشه روایت است که میگوید که کنت ادخل بیتی، من خانه می در آمدم و در خانه ام کی دفن شده بود؟ در خانه ام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و پدرم دفن شده بودند. پس لباس هایم را می برآوردم، یعنی لباس های خانگی می پوشیدم وقتی که قبر پدرم و قبر شوهرم بود و می گفتم که هر آینه اینش پدری من است و اینش شوهری من است، هیچ باکی ندارد که من در خانه ام لباس های همه برارم، یعنی که لباس های خانگی پوشم. هنگامی که عمر رضی الله عنه در اونجا دفن کرده شد، یعنی هر سه آنها را یعنی هم ابوبکر، عمر و پیغمبر در یک جا دفن کرده بودند. پس گفت که پس به الله قسم ندر آمدم خانه ام مگر که لباس هم پوشیده بودند، لباس هایم را نمی برآوردم، حجاب را از سر نمی کشیدم. چرا؟ می گفت که حیاء من عمر، حیا می داشتم از عمر که در حالی که عمر در قبرش است ولی حیا می داشت. از مرده ها حیا می داشتند، شرم می داشتند. پس چی چیز به خواهران و مادران ما رسیده است شده است که آنها از زنده ها حتی شرم نمی دارند و برهنه می گردند.